برای چی شما ترک صنعت کردید و مخصوصا نوازنده روزبک فیضلی شدید؟ یا رنگ دونزان اینی مثل که نمیدونم در تغییر رنگ بازم در تغییر کی باشه نگیرم روزبه من هم اکای هم استادای هم بچه امام هست چی مرسه بسیاری ما اکای کم زوری نکنین بسیاری ما باشه برای دویت خوندن روزبه رد کردگی نیست میشود فقط رحیم پروداکشن. سلام عرض می‌کنم به کل تماشاچیان سامانه رحیم پروداکشن و به کل اون نفرانی که این لحظه برنامه سیرهای نوفته ما رو تماشا دارند. مهمان برنامه نوبتی ما حضور داره که از شعرهای شناخته صنعت تاجیک قابل سعید خان خوش آمدید به برنامه ما. سلام باشین، زنده باشین. سلام خدا رو به تمام تماشاچیان یعنی رحیم پروداکشن میرسونم. تشکر زیاد و ما حضور احمد میگم به شما که در برنامه ما اشتراک کردید. تیارید به قسمت سوال جواب برنامه. یکم سوال با شما چنین دارم میشود که اکا جان شما از کجا هستید، چند سال هستید و با چه کار مشغول هستید؟ من قابل سعید خیل 4 اپریل 1989 در ناحیه تیمورملک دهه کنگرد به دنیا آمدم. شاید انمی تماشاگرانی که این لحظه ما شما رو تماشا دارم میگن که برای چی ما از قابل سعید خیل در روی صحنه نیستید، کلیپای نام نکردید، نوارای نام نکردید و برای چی شما ترک صحنت کردید و مخصوصا نوازنده روزبک فیضلی شدید؟ اکا یکا پیامو میگه که در نصیب تقدیر چیزی که هست ما با تقدیر روزی خیلی خدم هم میدونم هم نمیدونم بعد ایران ممکنه که دیکتاتور بگم برای چی بس کردیم برای گپی که شما سوال دادن که برای چی نوازنده روزبک من هم اکای هم استادای هم بچه امام هستای خیش تاور هم طرفای این یکم جو چیزی نیست که مثلا من برای چی موزیکان رفتم خطیو نرفتم مثلا ما اگر 100 سال خطیو برم خطوی نیست. شاید همه سوالا هم با شما پیشنهاد کردگی باشن گفتگی باشن که برای چی مثلا شما داشتید مثلا یک مدت معین کلیپای خیلی خوب بود، پیشرویتون خیلی بهتر بود، لیک یک بار قفا زدید، یک بار یکون چیز نکردید. سبب اینمی روی صحنه نبرآمدن شما در چی بوده که خوبی جان؟ این سبب شاخه گفتم که حاضر همین سوالا ما شما دادم اینا میگم حاضر بعدتر که برای چی بود مقصد چی بود دیگه نه 2017 هایی که من نه کلیپ کردم نه سرودی نو کردم نه چی نه که در آینده گفتنی هستم که اون قابلیت نمونده میشود چند سرودی نو تیار کردگیم این با نزدیکی ممکنه که برایده نصیب باشد باشد باز میگذاریم و دیگر قسمتی سوال جواب. شما در اولی چند کسی؟ 4 نفر. کی و کی؟ 3 پسر یا دختر. شما پسر چندم؟ دوم. پدر مادر هستن؟ نه پدر گذشته مادر در خیلی حیوت هست. پدر در چند سالگی شما گذشته؟ پدر در 57 سالگیش. در 57 سالگی. شما از اولین سرود خواندگی شما کدام سال بوده که؟ اولین سرود خواندگی من این سرودی سهراب سعید میگن هم کنگرد یک حافظی خیلی به حافظی خوب چه شب‌های برایت دیگه رو کردم یکم سرود من سرود من یک کسی که اگر دیده سو شما این سرود میدونه که و کدام سرود بیشتر در بین مردم شما را مشهور گردانید؟ من فکر میکنم کدام سروده که برآورده من مردم گوش کنه یگام تشن نمیدونم که ایشیو ایش در نظر ایشیده من چند سرود کردگی بعد من اون قصودی بسیار ندارم یا همه میدونید چند سرود کردگی رزولت خوبیشون بوده همش کدام سال اویله داشتگی؟ 2014 اویله شما انتخاب شما بود یا از پدر مادر؟ هم اخیر من پدر مادر چند فرزند داری؟ 2 فرزند پسر دختر؟ هر دوش دختر ماشاءالله خداوند عمرش دراز کند. باز میگذاریم و دیگر قسمت سوال جواب اکای خوبی جان که شما گفتین که اکای روزبک خیش تبارای استاد مای برادرای مقصد همه جهت در برای شما هستند. شما برای چی همراه روزبک فیضلی یگان دویت نمیکنید؟ سال 2011 به 12 به دویدم نیست کدگیم و نکی نقشه ها در هست نکی میکنیم گفتم که با نزدیکی ایشالو نقشه های خوب هستن خطی روزبک هم خطی با یک دکزیگه هم هسته و میشوان نصیب یه دکزیگهش که نکی من چند باره که گفتگیم برای دویت خوندن روزبک رد کردگی نیست میشوان فقط وقت نکی خدم نکی همه گپ هم میگو میکنم با میپرسم نکی که میکنه اگر چه خیلی کردی که این محل حال میگم
هیچ نکه میشود اگر قبل وقتی که سرودای خود رو میبره همه سرودای شما طریق ویدیو کلیپ میبره مثلا در خارج کشور در درون کشور در همه کلیپ هایی که شما همراه بسیارتر دختران نقش میفرید در زندگی شما یگان مانعی ایجاد نمیکنه نه عموما یگان برام شدگی نیست نه انیق چیزی که از هم باید یکم گرده نیست باشد اکا جان همکاری میانی صنعتکارا با همش همکاری دارید؟ بله همه صنعتکار همکاری دارم همش خیلی رفت آمد دارم همین که هر روز میبینم همه رو با شعرهای شما را کی مینویسد؟ شعرهای مرا حسن چیلا هم مینویسد مهراج هم کورسم هست مهراج جبار؟ مهراج جبار هم مینویسد همه شعر ما پرچه هم استاد حسن چیلا من مهراج جبار امی روزبک فیضلی سرود مهراجین جبار را دزدگیش یگان حق داره؟ او دزدگی نیست همه خیلی دوید ما هست که دوستان درآمد اینا مهراج ارانجیروف کرده زبان ناو ای چی میگن ای نو لک ناو ارانجیروف کرده زبان همجا روزبک شتگی من دید مثلا گوش کردی سرود خوشو کن مرا بته خیلی که روزبک مودم استاد مهراج دام استاد دیگه او اگه دیگه چی میگه هیچ خیلی ما استاد سکش میگه گریف خوندش همین مردم ارگا خیلی گپون نیستن اینا دزدیان نه چی هم خیلی مهراج براورد استاد هم شو استاد توفان بگن سردان بخون نکه شعرش هم مهراج نزدیکه شعر روزبک هم بیشتر مینویسه مهراج بنویسه همکاری میان شما و میان اکا روزبک مهراج هستن بهترین همکاری قدیما بهترین روزا با خودشون میگذرونم در توی معرکه ها میرین مقصد شرنامه شما قطعی اکا روزبک چی خیلی؟ بین شما مقصد جدوگی نیست؟ ما حسابی هم گفتم خیش تاوری خیلی ما شرنامه نداریم که ما باید همین خواستم با تیما برم همین خواستم نتی اگر من نمیرم همین مقصد هم ایسون خوبه مرده که چی خیلی هم یگان شرنامه حق ما نداریم که ما خواستم بودیم من دیگه نمیرم و ما همین خواستم تیما خیلی گپون نیست هم که توی بوچید حق هم اونو دورا میتونم نواختن اسباب ها کدوم نمو دورا میتونید؟ چند هم اسباب میتونم مثلا نمیتونم نه نوازی کردم میتونم یه خرم به اسباب مقصد سینتیزر یعنی یه خرم میتونم نواخته خیلی باید ده اسباب دیگه میتونم نواخته خصوص نمیده که نه یک قطعی هم یه خرم شما اینستوی صنعت خوندگی هستی؟ کدوم فاکولتی؟ فرهنگ شناسی سرادمان مردمی دیپلم تو نگرفتگی هستی؟ بله یا رنگی دونزان اینی مثل که با بگونه ولی نه ولی که نمیدونم در تغییر نگم بازم در تغییر رو کی باشه میگیرم نگه این روز میرم میگم پگا میرم این روز میرم اون رو میگیرم اگه نه خارزوری چی نیست ما امجا اون در درسم طوری که دونزان وقت سوال دادیم طرح خدمت رفتم بعد ما دیگه زویده یه دیپلم های دندرم اکای خود جان چون که در رفتی برنامه گفتید که اکای روزبک استادی مای همه جلته مای لیک گفتم میتونید که استادی اولین شما کیست؟ استاد اولین من این بهردین بیکوف است بچه های شادروان حبیبالله بیکوف مقصد بچه امکی میشه امک بچه هم میشه اگه سرچشمه همین صنعتی ما اساس بگیریم همین چیزی که من یاد داد تا همین دانشگاه داخل شدم من این بهردین بیکوف بچه امکی بود تا همین سال 2007 بعد که سال 2000 ما شهر اومدم دوشنبه شدم مقصد تا حاضر همکاری بعد قطعی همین مسئله کردم مثلا اگه ایران استاد اون خطا نمیکنم مثلا چندین سال میشه اگه خیلی استاد اساسی که یاد دادگی طرزی حافظ سرود خوندن طرزی مثال یکون اسباب نواختن بهردینه در عائله شما در اولاد شما همه چیز هست یعنی بله پدرم صنعتکار خوب بود امکی مقصد حبیبالله بیکوف شادروان حبیبالله بیکوف مثال فرزند و بهردین اینا با روزبک اولادام روزگار چی مرسه بسیاری ما کلکم زوری نکنین بسیاری ما باشه اکای خود یک سرودی پدر به نهایت خوب کلیپ کرده بوده یک سرودی خوب کرده بوده همون در زنده بودن پدر شما بود یا بعد گذشتن یعنی همون سرود برای پدر بود همون چیزی که هست حیاتی هم پدر همون سرود برای همون حیاتی پدر بخشیده بود نه چهار بسیارش رو زنده کردن میتونم حاضر نمیگی اولی هم تیار نیست یه هم سورپریز تمام دوستان از با بگذاریم و دیگر قسمت سوال جواب بود اکای قابل جان کمتر بیا اوید دوره دانشجوی شما گپ زنیم مقصد شما در کجا میایستادید خوابگاه در میایستادید خانه شخصی در میایستادید عذاب چی خیلی بود مشقت چی خیلی بود درسخوانی چی خیلی بود یکم سال در خانه همین وقتی که 2007 من در دانشگاه دولت صنعت تاجیکستان بنای میرزا ترسون زاده که داخل شیوش در خانه تقویم بوده بعد یک سال
خیلی همین هنر که داشتم مثال یک سال خانم بود کردم با قشلاق رفتم از سپتامبر دیگه درس و سر شدن دیگه گشتم اومدم ای همین 2008 بود برای 2008 میشه و 2008 تا 14 دیگه در خانه نمی روزبک بودم باقی نمیشم پون روزبک گیت زمان خانه بگم یعنی نام روزبک 26 بود رسید برای چی همین چند سال که دونیم یکون خیلی مثلا چی نیست ای 2008 تا 14 در خانه بودم اگه بهترین روزا گذشت روز خوب گذشت مثلا عذاب هم بگیم عذاب نکشیم دوره استودنتی تو خیلی که صبح عذاب نکشیم که ما نرما بینه چی میتونستیم بخوریم یعنی کاری میکردید که سلام توی چه بسیار بود آخی بله مثلا روز یک حاضرم هست حاضرم کم نیست هست تو و چه بود به حب بسیار بود آخی فقط توی دا انا حساب من امروز که دیپلم نگرفتم دیگه ایپای ایجادیات خود چیده ایپای توی مراکش نه دیگه خیلی کارش خوزی برام دانشگاه میشناسن من نمیشناسم یعنی به خربی رفتم همه استادم دیدم با هم کورسم اونجا کار میکنن هستن نه گفتن که برم دیپلم بگیرم من میگم میام امروز میرم فقط امروز میرم تمام دیگه اگه قبیل فرزندان شما و اولاد شما همراه شما زندگی میکنن یا اینکه در کارگاهی بسوی همینجا قطعا شما برای چی ما از یک مدت معین در خرم‌تپه زندگی کردید باز به شهر دوشنبه رفتید باز گشت اومدید اگه نصیب تقدیر همین بود اگه خرگاندم که کم مسائل زندگی میکنه خیلی مکان جاکی بود مسائل زندگی کنم ولی در دوشنبه چی با همه سراینده و سمونه شخصی خیلی مشغولانه ما از شما میکنم نمیکنم خیلی باور کم چیزا نمیدونم برای چی نگه چند کس گفت کم خیلی بکشم یوتیوب خیلی یوتیوب اگه میکشوی یا مواد در کار برای یوتیوب من چی نمیپرتم تو یا برجون رو نپرسته که یوتیوب چیه تو دانشگاه مثلا راه در حدیثم که تلفن نمیارم یا یک دسته خوب کده من نه کلیپ نه باید مثلا چی میپرتم نمیدونم نه که آینده هست او خروزه نمونده مقصد مخلصو دا وعده میده که یک سمونه شخصی خدا میکشوه که چی نمیگره شما یک من همجا دست روزهای نزدیک اولی تو با میکشم بعد نصیب خدا خواهد سرودهای نام کلیپهای نام پیشکش انیم همه مخلصو میگرده این دوستان عزیز سبب برنامه کردن ما هم در چی بست که برادر عزیز ما نمیخواست که این حال برنامه کرد و کنان خاطر که میخواست که مخلصو دا سورپریز کنه یک چیزی که خوب داشت یک چیزی که خوب که ایده شما مثلا همراه اگر قبولون شو صحبت کردن بهترین فکر و بهترین نقشه‌های خوب داشته باور کامل دارم که وقتی که همین نقشه‌هاش عملی بگرده با هر یک شما معقول میشه و همین خیلی است که قبول جان در انجام صحبت در آخر صحبت و نام نفرانی که این لازم ما شما رو تماشا داره چی گفتنی همین گفتنی هستم که جای باشین سربلند و خانوادگی باشین زنده باشین همه وقت در خونتون خوشی و خرسندی باشه انشالله که روزای نزدیک وعده کلگمون موفق میکنیم برای تماشا بینام باشه خداوند نگهبان دوستان عزیز تو برنامه آینده دست